صبح 4 مای سال روان کاروان کمک بشردوستانه جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان سفربر گردید. کاروان کمک بشردوستانه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به زردگان جماعت دهات آبی باریک موضع ارگوی ولایت بدخشان جمهوری اسلامی افغانستان از شهر دوشنبه در اساس دستور و سفارش رهبری دولت حکومت جمهوری تاجیکستان رهسپار گشت. کاروان کمک از شهر و ناحیه‌های دولت صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان گذشته چون گذرگاه نظارتی سرحد تاجیکستان و افغانستان را عبور کرد. هر لحظه احساس غیر چشم داشت هیئت کاروان را فرا می‌گرفت، زیرا وضعیت ناآرام بود و منطقه‌های زیادی خوفناک را کاروان کمک بشردوستانه گذشت. کاروان کمک را معاون رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ژنرال مایور رستم شایف رهبری کرد. رستم شایف در جمهوری اسلامی افغانستان با رئیس ولایت بدخشان جمهوری اسلامی افغانستان شاه ولی الله ادیب و دیگر نفران واخواری نمود. تأسیس افغانستان از آغاز تأسیس تاجیکستان یک دوست خوب به کشور بوده و این هم افغان‌ها می‌دانند که واقعاً کشور تاجیکستان یکی از دوستای خوب بی‌ضرر به افغانستان و افغانستان هم و تاجیکستان کامل در شرایط مساعدت و اصل نوبت یکدیگر بودند. نمی‌تونم استقبال و تشکری می‌کنیم از شما. بعد انجام واخوری مسئولین ولایت بدخشان جمهوری اسلامی افغانستان در رفتن جای حادثه راهنمایی کردند و هیئت راهبری کاروان کمک بشردوستانه جمهوری تاجیکستان ژنرال مایور رستم شایف نوابسته از مانع و مشکلی‌ها از موضع خراب گشته دیدن کردند. این جماعت دهات آبی باریک موضع ارگوی ولایت بدخشان جمهوری اسلامی افغانستان می باشد یا خود موضع خراب گشته. هنوز 2 هفته قبل در زیر همین ویرانه ها زیاده از 700 خواجگی سکونت میکرد. در نتیجه رخنه‌شوی قسمت کوهپاره شهروندان زیاد زیر کوه میمانند. این حادثه را قسمت دیگری مردم میبینند و نجات میشتابند که در نتیجه پاره گشتن قسمت دیگری کوه ایشان نیز زیر کوهپاره میمانند و در مجموع زیاده از 2500 نفر استقامت کنندگان به هلاکت میرسند. این حادثه را مردمان زیادی این موضع در خاطر دارند. 30 دقیقه که میآید این حادثه دیگرها به کمک از اینا میشتابند که هیچ خانه ای نیست که شهید نداده باشه. این یک گپ عروسی بوده، همه رفتن، روز جمعه بوده، همه رفتن. این بینن تلفات ما از 2500 تجاوز میکنه به 3000 میرسه. موافق گفته های استقامت کنندگان این جماعت هنوز سالهای قبل اوید به موضع خطرناک بودن این منطقه معلومات داشتند، لیک با سبب های گوناگون ترک منزل نکردند و خود دچار حادثه گشتند. 1500 نفر زیر خاک است. در سابق هم یک واقعه شدید در زمان مرحوم خیرتمند صاحب اینجا کوه چپش داد، یک ذره آب بند کرد، تعداد یک بسیار خورا از بین رفتنش احتمال بود 6 نفر زیر خاک مانده بود. اونا را کش داد. اما زمان رحمتی خیرتمند صاحب گفت از همینجا کوچ کنید، همینجا زندگی نکنید، یگان جای دیگه اولی بگیرید. متاسفانه بعد این سال به قدرت خداوند همین تو کوه آمده و بسیار نفر زیر خاک شدگی سند. حادثه ای بود که تنها حادثه جراحت نبود، حادثه ای بود که یک بار خاک آمد 6 دیگه فقط همه زیر خاک ماندن. دیگه تنها در داخل یک کمپی را کشیدن، یک کمپی سیاسر و یک بچه تقریبا یگان 12 ساله را کشیدن. دیگه یک سیاسر دیگه را همراه یک لباسش و یک بسترش کشیدن، بس خلاص. دیگه تعداد 3 مسجد تقریبا 300 خانه زیر خاک ماندگی است. قبلا پیش از همین حادثه یگام نفر مسئولین آگاه نکرده بودند که این موضع خطرناک است. این حادثه ای که برای فعلا در اینجا رخ داده بود، بار اول یک مرتبه کمک باری آمده بود خاک، اینا یک در مردم ها تقریبا در حدود 300-400 نفر می رفتن که اونا را نجات بدن. باز پس دوباره خاک دیگه آمد همین نجات میدادگی هم توسط هم خاک دیگه دفن شدن. دیگه نفران زیاد با امید یافتن جسدهای نزدیکان و پیوندان خیش در موضع خراب گشته کوشش و زحمت میکشند، در حالی که موافق گفته اهالی منطقه کوهپاره خراب گشته نزدیک 100 متر بلندی را تشکیل داده است یا خود منزل‌های زیست نزدیک 100 متر زیر کوهپاره‌های ویران گشته ماندند.
کمیسیای حالتهای فوق‌العاده ولایت بدخشان جمهوری اسلامی افغانستان کمک بشردوستانه حکومت جمهوری تاجیکستان را که از 200 تانه مواد ضروری عبارت بود قبول کرد. راهبر کمیسیای حالتهای فوق‌العاده معاون رئیس ولایت بدخشان جمهوری اسلامی افغانستان دکتر گل محمد بیدار عاید به کمک و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در این وضعیت چنین عقیده کرد. کشور تاجیکستان آمده بودند و پیغام جناب امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خواندند و مردم ما نهایت خرسند هستند و فعلا به تعقیب اونا حدود 200 تن مواد غذایی، غیر غذایی، آب منرالی، حتی تیل و دیزل، یعنی کمک هایی که به ضرورت اولیه استفاده میشه توسط کشور دوست تاجیکستان با ما همکاری شدن. نهایت سپاسگزاریم. بسیار زیاد تشکر از کشور دوست تاجیکستان ما و بدون این کمک ها در رفت آمد مردم شریف ولایت بدخشان بخصوص با امیرات و دروازها همیش کشور دوست ما تاجیکستان با ما همکاری کردند، کمک کردند. نهایت سپاسگزارم. جا دارد که ما مراتب سپاسگزاری و تشکری خود را از کشور دوست و برادر تاجیکستان در مورد همدردی و کمک رسانی به مردم آسیب دیده ولسوالی ارگو نمایم. بدون تردید کشور دوست تاجیکستان در همه شرایط‌های سخت و دشوار در کنار مردم افغانستان قرار دارد و همیشه مدد رسانی کرده برای بخش‌های آسیب پذیر کشور ما، برای مردم‌های متضرر بیشتر مدد رسانی کردند و همیشه ندای دوستی و برادری را بلند کردند. بار دیگر از رئیس جمهور کشور تاجیکستان محترم امام علی رحمان که پیام خود اونجا بالوسیله سفیر محترم تاجیکستان به عرض مردم رساندن در محل آسیب دیده، جا داره که من از اونها سپاسگزاری و تشکری کنم و همه کمک‌هایی را که برای مردم آسیب دیده اینجا روان کردن ما به دیده قدر می‌نگریم و به عنوان کشور دوست برادر و کشوری که همیشه در کنار ملت و مردم افغانستان بودند و باور و اعتماد بیشی به دوستی اونها داریم. ما از اونها سپاسگزاری و تشکر می‌کنم. کمک‌های بشردوستانه جمهوری تاجیکستان که یک کشور دوست برادر است و ما او هم در مسیر را در حال رسیدن است که به مردم کمک کرده. جمهوری مردم تاجیکستان کمک بسیار بلاوز و برادرانه کرده که تمام همین مردم آسیب دیده که اینجا است از این گپ آگاهی دارن و ما هم به نمایندگی از مردم افغانستان یک شهروند افغان از کمک‌های بشردوستانه جمهوری تاجیکستان بخصوص شخص جناب محترم امام علی رحمانی ابراز سپاس تشکر می‌کنم. در واقع کمک‌هایی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به جامعه دهات آبی باریک موضع ارگوی ولایت بدخشان جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده شد، یکی از فضیلت‌های خوب انسانی همدرد و همشریک گشتن در چنین وضعیتی همسایگی میباشد. کاروان کمک بشردوستانه جمهوری تاجیکستان 6 می سال روان مرز جمهوری اسلامی افغانستان را گذشته با رمز دولتداری و فخر ملی به پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگشت.